خب و حالا میرسیم به هنرجوی بعدی، خانم قرنیا. این شما و این هم خانم قرنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. قرنیا هستم. به قول قوه الهی میخوام اول بشم. احساسشو دوست دارم، قرنیا اسمشو دوست دارم و نجابتش و اصالتش و خجالتش. تکبیر. قرنیا نفس خوبی داره ولی یه جورایی اون نفسش رو زیر چادرش نمیتونم خوب ببینم. لباس پوشیدن قرنیا رو خیلی دوست دارم. محمد نبودی ببینی شهر آرام گشت، شهر آرام گشت. محمد نبودی ببینی شهر آرام گشت، شهر آرام گشت. محمد نبودی ببینی شهر آرام گشت، شهر آرام گشت. محمد نبودی ببینی شهر آرام گشت، شهر آرام گشت. صلی علی محمد یار امام خوش آمد. صلی علی محمد یار امام خوش آمد. باریکلا خواهر قرنیا، واقعا زیبا بود برنامه‌تون. خب گوگل، ببخشید بانو گوگل، خواهش میکنم شما بفرمایید. قرنیا جون، من اسم تو خیلی دوست دارم، اسمت خیلی خوبه. خواننده زن و دختر باید مثل تو باشه. خیلی خوب خوندی، نجابتت، حیات، شرمت منو کشته. زیر چادر خیلی خوب دیده میشی. دخترها همه باید مثل تو لباس بپوشن. تو میدونی واقعا رول مدل همه دخترها باشی تا کسی پیر و جوانیش معلوم نباشه، کسی برای کسی دیگه فخر نفروشه به خاطر سنش. و خیلی خوب بود. این اگه همه دختره خواننده مثل تو باشن مشکل دیگه حل دیگه. نه دختر قرتیا یاد بگیرن تا آخرش میری بالا عزیزم، من بهت قول میدم. خب شاقک جون، نظرتو در رابطه با خواهر قرنیا قرائت کنی خواهش میکنم. احسن الله و تبارک خالقی. من از روز اول از خانم قرنیا به چش خواهری خیلی خوشم میومد، خیلی زیاد خوشم میومد. ولی چیزی که هستش امروز واقعا عالی بودی. این خانم اون چیزیه که احساس میکنه میخونه و من از این قسمتش خیلی خوشم میاد. الاحساس لا احساس، الاحساس، لا احساس، الاحساس، لا احساس، الاحساس، الاحساس و المشاهده. آفرین، باریکلا. حالا میرسیم به هوکا. هوکا جان، این شما و اینم خواهر قرنیا. انا لله و انا لله راجعون. نشون دادی تو کارت نفس داری، ناز نفس داری. و خب شما بینندگان عزیز که اصلا لازم نیست برای خواهر قرنیا SMS بفرستین، خواهش میکنم که تمام رأیاتون تو کاغذ بفرستین و اونو در چای جمع کردن بندازین. از شهرهای قم، شابدالعظیم، شهریار و تمام شهرهای انقلابی تهران منتظر SMSاتون در چای جمع کردن هستیم. خب حالا خواهر قرنیا، خواهش میکنم شما یه تیکه بیا. وای چه تیکه‌ای بود واقعا. حالا برو بس.